امینه قهارова 2 سال اخیر از سرطان رنج میکشد. میگوید از وجود این بیماری در جسمش دیرتر آگاه شد. فهمیدم این چیز درد نمیگیره آدم با چیز معلوم نبود از خود آدم با برای که من فرق نکردم دیگه اشکمم کلام بود فکر کردم من بوز بالا کو فکر کردم که من فربی بعد اخیراً دانستم این چیز بود است. بعد از 1 سال کیمیودرمانی پی در پی 2 جراحی و مبارزه طولانی خطر بیماری او کمتر شده است. وقتی فهمید که با گرفتن واکسن می شود از بیماری سرطان گردنک بچه‌دان پیشگیری کرد، با حسرت گفت کاش در وقتش چنین امکانیت می بود. ما وقتش به دور ماهانه بمیشد ممکن که ماهانه می گرفتیم. خیلی سرگردون نمیشدیم. اکنون که من یوشکا با حاضر که شانس هست گیرن. پزشکان تاجیک میگویند حالا چنین امکانیت برای دختران فراهم آمده است. سر از 1 اکتبر باری اول در کشور معرکه امی ضد نوع‌های خطرناک ویروس پاپیلوما یا HPV آغاز می شود. ویروسی که به گفته طبیبان در 80% حالت‌ها به سرطان گردنه بچه‌دان تبدیل می‌یابد و سبب مرگ زنان می شود. برای کم کردن خطر گرفتاری به آن یا واکسینه 4 ولنتی گردسیل به کشور آورده شده است. سران مرکز جمهوری بهداشت بنیوی یا ایمونوپروفیلاکتیکی میگویند آن برای 520,000 دختری از 10 تا 14 ساله پیش بینی شده است. انتخاب این سن هم به سبب نبوده است. سن سالی که امروز در جمهوری تاجیکستان انتخاب کرده شده است یا اینکه از جانب سازمان جهانی تندرستی توصیه داده است که بهتر آن است که سن سالی که از 9 تا 14 ساله هست، چون که در این سن سال بسیار واکسن نتیجه خوب می‌دهد. یعنی که سطح مسئولیت شخص را برای پیشگیری کردن سرطان گردنک بچه‌دان خیلی یک فایزی بلند هست. یعنی که تا 97% یعنی که واکسینه ما در این سن سال ثمرانک است. قرار است دختران در نقطه‌های مخصوص در مکتب‌های میانه و رایگان ام کرده شوند. حالا در کشور کارهای آمادگی ادامه دارند و طبیبان به ضرورت شرکت در این معرکه تاکید می‌کنند. سرطان شناس تاجیک سعیده عمرزاده میگوید این واکسن میتواند انسان را از گرفتاری به چند آماس دیگر هم حفظ کند. علما اساسنок کرده شده است که وقتی که ما بر ضد ویروس پاپیلوم آدم جوان دختران، جوان پسران را ایم میکنیم، این رهایی از بیماری نه فقط سرطان گردنه بچگان در زنان، بلکه پیشگیری سرطان کوواکی دهان، عضوهای آناگینیتالی و اینچنین عضوهای تناسل مردانه نیز هست. برای همین در آینده البته ما به نقشه میگیریم که جوان پسران نیز به این ام فرا گرفته شوند. به اطلاع رسمی هر سال در تاجیکستان تا 400 مورد نوی گرفتاری زنان به سرطان گردنه بچه‌دان یا عضو تناسلی آشکار می شود. سالانه تقریبا 170 نفر از این بیماری می فوتند. گرفتاری مخصوصا میان جوانان زیاد بوده. جای نگرانی آن است که بیماری نشانه ندارد و می تواند سالها از خود درک ندهد و دیر معین شود. تشویش آورش آن است که در مرحله های اول بیماری یگان علامت ها نیست، وجود ندارند. برای همین زن مراجعت نمی کند. زخم ها بعد تولد در زن های ما می شوند، لیکن زخمی گردنه بچه‌دان این معنی آن ندارد که در این زخم سرطان هست. البته زخم هایی که هستند فقط زن باید با معاینه فرا گرفته شود. اقلا در 1 سال 1 مرتبه باید از معاینه گینکولوژی گذشته از تشخیصات هایی که برای همین اسکرینینگ برای دریافت سرطان گردنه بچه‌دان ضرور است باید گذرد. برای پیشگیری از این همه به گفته سعیده عمرزاده حالا برخی از زنان با پرداخت پول در مؤسسه های طبی شخصی ام میگیرند و خطر بیماری را در جسم خود کم میکنند. اما با این همه آنهای هم هستند که به واکسن باور ندارند. میدانید زمانی که برای بیماری همگیر یعنی کووید همه ام میکردند من این کارو نکردم، زیرا باور نداشتم که واکسن برای پیشگیری از کووید کمک کرده تواند. برای همین هم من برای ام کنی باور ندارم. این عقیده من است. ولی آنهایی که درد را در جسم و جان خود احساس کرده و ماه و سالها با آن مبارزه میبرند میگویند ساکنان باید دختران خود را از این شانس برای آینده سالم محروم نکنند و آنها را از بیماری ترسناک سرطان حفظ نمایند. واکسینه ها رو در وقتش گیرند که منم مبارین و دیگر بیمار نشوند.
برای جوانو باشدم همینا گرفتنشان لازم میگویم که اکن خیش در بروک ایلینوی مجبور میکنم که هم واکسینه ها رو گیرن.